نمیشه بیرون. نه دیگه گفتم نه ماما. دوباره بس شروع شد. چی شروع شد؟ دوباره دعوت شروع شد. میگم الان نمیشه برید. بحث چی دارم من با تو؟ میرم از اینجا دیگه هم بر نمیگردم. شما امروز شاهد یه مادر دختری هستید که تا شب 100 تا کار داریم. یعنی ما شب مهمونی دعوتیم، یعنی جشن سالگرد ازدواج دعوتیم، بعد از صبح 100 تا کار داریم. حالا آرشگاه میخوایم بریم آتلیه، میخوایم بریم اینا. بعد جالبش میدونین چیه؟ بهزاد رفته یه دفعه مأموریت فوری، حالا نمیدونم برسه نرسه. فکر کن ما این همه بدو بعد بهزاد نرسه، همجور بوکله شینیون بشینیم تو خونه اینجوری جلو دوربین. کدومو میخوای بذاری مامان برای امشب؟ لخت بشکی چیه مامان الان؟ میخوام من اول کنم. اول تو رو درست کنم؟ خب حالا چی میشه اگه منو درست کنن یه ذره؟ نه اول مامان. میشه اول مامان خوشگل‌تر بشه؟ نه چرا آخه؟ اول من. خب اول شما رو چیکار کنیم؟ اول بگو. بافت کنم خب مامان. دیگه چی؟ روز لب بزنم. روژ لب. گفتم روژ لب دخترا نباید بزنن. روژ لب خانوما و مامانا. به نظر چیکار کنیم؟ خب حالا چه رنگی بزنیم؟ صورتی. صورتی؟ وای صورتیمونم تموم شده که. چی؟ وای مای خودته؟ چقدر خوشگله. نمیریم خونه. آقا بهزاد نیومد. بهزاد پرواز که گیرش نیومده. بعد عرض به خدمتتون که منم که اونجا یه خورده دوره، نمیتونم برم. فکر کنه از صبح تا حالا. گفتم دقیقا صبح گفتم میریم حالا نه پشت کار آخرم نمیشه بریم. حدس میزدم. الان گندم هم داره گریه میکنه. بله بجور. من میگم اگه دوتایی جشن بگیریم چی؟ من و تو خونه. مامان آجینه الان کجا رفته؟ هیچی خونه شونن مامان، اونو هم نتونستم بیان. کجا حالا اگه من و تو با هم دوتایی کیک کجا نتونستم بیام؟ آره از اون راست میگه دیگه چاره نیست. آره چقدر خوشگل میرقصی. اون رقصت برم. هم تو شیشه بود هم تو کیسه هاشون نیستن. رفتی ببینی کجا گذاشتی؟ تو اون کل کابینت آشپزخونه رو گشتم نیست. کل آشپزخونه رو گشتی؟ بهزاد اگر بیام بگردم همون اولین جا باشه چی کارت کنه؟ نیست. کل آشپزخونه رو گشتم نیست. بیا برو نگاه کن. بهزاد این نیست احیانا بهزاد؟ خب کی گذاشته اونجا اینو؟ کجا بود؟ تو کل آشپزخونه رو ریختی بیرون؟ کابینت ها رو ریختی؟ نگاه کن کابینت ها رو اینجوری ریخته بیرون. بعد
همه دست اونجا ندیده. پر روغنی مشکی قلدر چارشون کشتی. گندم میشه موهاتو باز کنیم دیگه؟ خب آروم بگو ماما. نه موهات دیگه خیلی ماما شلخته شده اینطوری. نه باز کنیم بریم دوباره برات ببندم. نه چه سرشو اینجاشو بگیری من اینجوری کنم؟ الان رسیدیم. چه خبره دوست عزیز؟ یعنی خانمان سوزه ها خریداش. یعنی چند ثانیه رسیدیم اینجا. یه همچین شرایطی رو الان همه این قفسه ها مونده، فقط مال 2-3 قفسه رو نگاه کرد. چی هست؟ ببینم چیه برداشتی؟ اسمش چیه؟ اون اسلایمه؟ اسمشو نبره. مامانی یه چیزی از توی در میاد، من نمیدونم چیه. پیپیه. تو چرا میری این چیزا رو پیدا میکنی؟ انگشتراش دیگه جان چی شده؟ انتخابامو کردم به چی شده؟ انتخاب کردم. انتخاباتو کردی. بهزاد گفتم یه ذره کبابات برای منم نگه دار، بعد الان دیدم برام نگه داشته. نصف کنم. بهزاد چطوری تونستی اینقدر بخشند و بیریا این همه رو برای من بذاری؟ بقیه پیشرفت کجاست؟ چی؟ بقیه پیشرفت کجاست؟ شنو باز کنی؟ یعنی چی بقیه؟ مامان چی میگه؟ بقیه پیشرفتم کو یالمه چیده بودن. بقیه وسایل پینک شاپه؟ آره یالمه چیده بودن. چیکار کنیم حالا؟ اونا کجان؟ خب سفارش دادیم بیان. کی میون؟ بدبخت شدیم رفت. پیشی چی گفتی گلو؟ تو فقط من پیشی ذوق میکنه، بر من نمیکنی. کی گفته من فقط برای پیشی ذوق میکنم؟ همش داره برای تو ذوق میکنه. بر من الان نکردی. یه یه بار دیگه نظر تو راجع به عکس بچگی من بگو. خب شبیه، من نمیگم شبیه نیست، خب ولی شباهت خودم رو بیشتر پیش میبینم. حلال چی کار کردی ماما؟ چیتان پیتن. چیتان پیتان کردی؟ وای ببینم تو رو خدا ببینم لطفاً. چی کار داری میکنی گلو؟ پیچه کل میکنه. چی کار؟ یه بار دیگه اسمشو بگو. ماما قرمز صورتی کن. قشنگه همینجوری که. ماما صورتی الان چی کار کردی؟ چی؟ الان چی کار کردی؟